مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم. کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم، وطنم ای افغانستانم. تو زادگاه قهرمانی سر بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد شفیع حیاتی هستم، یک تن از ورزشکاران پرورش اندام یا بدنسازی در ولایت بلخ. مدت بیشتر از 7 سال میشه که ورزش شروع کردیم و تا هنوز هم 2 مسابقه دادیم که از جمله مهمترین مسابقات زون شمال می باشه که در سال 1396 در ولایت بلخ برگزار گردیده بود که خوشبختانه توانستم مقام دوم از آن خود بکنم. مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم. کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم. قبل از اینکه رو بیارم به ورزش پرورش اندام، مدت 9 سال کم و بیش میشد که ورزش فوتبال میکردیم که متاسفانه در یکی از مسابقات در ولایت بلخ مصدوم شدم، دیگه نتوانستم که فوتبال ادامه بدم و خواستم که بدون ورزش نمانم. ورزش که از فواید خاص خود داره، خواستم بیایم ورزش خود ادامه بدم و پرورش اندام انتخاب کردم. ورزش نه تنها ورزش پرورش اندام بلکه تمام رشته های ورزشی فواید خاص خود داره. پرورش اندام یا بدنسازی در ضمن از اینکه فواید روحی داره بلکه فواید جسمی هم داره. کسایی که ورزش انتخاب میکنه البته لباس هایی که میپوشن خیلی برایشان خوب به نظر میرسه و میتونن که از این طریق هم به روح و هم به جسم خود فایده برسانند. مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم. کنم هر لحظه. از زمانی که امارت اسلامی افغانستان فتح کرده، الحمدلله خیلی ورزشکارا را حمایت میکنه و حمایت کرده و از خصوصا در تجار ملی سرمایه گذاران خواهشمند هستم که بیاین ورزشکارا را حمایت بکنن تا بتوانند ورزشکارا بیرق کشور ما را در سراسر دنیا به اعتراض درآورند.